Nearly 200 nations have assembled here this week. هفته روان در اینجا رهبرانی تخمیناً 200 کشور جمع می شوند. این خود اعلامیه آن است که تهدید گرمشوی هوا سیمای مشکلی های عصر کنونی را نمایش می دهد. همچنان این جمع آمد باید نشان دهنده امیدوار کننده نقطه گردش در این مشکل باشد. آیا این لحظه خواهد بود که ما در مورد نجات سیاره امان به موافقت خواهیم رسید؟ آیا کشورهای ما به همین احساس رسیدند که چالش حل فوری خواسته ما قدرت داریم که در مقابل آن کار را انجام دهیم؟ من به اینجا شخصا همچون رهبر کشوری آمدم که دارای اقتصاد بزرگترین و دومین بزرگترین کشور آلوده کننده هوا در سراسر دنیا است. ایالات متحده آمریکا نقشش در این مشکل و همچنان مسئولیتش را در حل آن اعتراف می‌کند. We embrace our responsibility to do something about it.